دوستان عزیز سلام، وقتتون بخیر. توی این کلیپ میخوام در مورد امواج وای فای صحبت کنم براتون. اینکه این امواج چجوری ساطع میشه، چجوری به موبایل ما میرسه، چقدر ممکنه اینا آسیب برسونه. فقط قبل از هر کاری، چون میخوایم در مورد سیگنال های الکترومغناطیسی و سلامتیتون صحبت بکنیم، یه لطفی بکنید این کلیپ رو سیوش بکنید، به دوستاتون بفرستید، عضو کانال ما بشید. توی تلگرام، توی اینستاگرام، توی یوتیوب، توی هر ستا آیدی ما الکترونیک آندرلاین زیباست. همه فایلایی هم که هست رو من سعی میکنم رایگان بدم بهتون، خیلی دنبال بحث درآمد نیستیم. خب شروع کنیم داستان اندازه‌گیری توان. اول یه چیزی بگم یه ذره ناراحت کننده. ببینید بچه ها، ببینید دوستان، حتما امواج الکترونیکی به ما آسیب میرسونن. اصلا این که میگن تا حالا مقاله‌ای نبوده، تا حالا پژوهشی نبوده، نه اصلا از این خبرها نیست. اولا پشت همه شرکت‌های گنده یه مافیای بزرگی است. این مافیا اجازه نمیده یه تعدادی از تحقیقات منتشر بشه، مگر میشه امواج به بدن آسیب نرسونه؟ شما تو خونه‌تون ماکروفر دارید دیگه، یه لیوان آب رو میذارید توی ماکروفر، بعد از 2 دقیقه این لیوان آبه جوش میاد. چه جوری اون جوش میاد؟ امواج الکترومغناطیس دقیقاً میرن مولکول های H2O آب رو میلرزونن و این آب میجوشه. مثلا خب اونی که میتونه آب رو بجوشونه طبیعتا به بدن ما میتونه آسیب بزنه دیگه، اصلا هیچ بحثی درش نیست. ولی خب دنیا رفته به سمت وایرلس. الان دیگه ما اینکه الان اینجا نشستم خدمت شما، یه موبایل دارم 20 سیمه، یه ساعت دارم 20 سیمه، یه میکروفون دارم 20 سیمه، یه دونه نمیدونم پاور بانک دارم 20 سیمه، همه چیز، یه هندزفری دارم 20 سیمه. الان دیگه همه چیز شده وایرلس. وقتی شد وایرلس یعنی داره توی دنیای الکترومغناطیس کار میکنه. مجبوری، من دیگه نمیتونم به شما بگم موبایلتو استفاده نکن، نمیتونم بگم آقا میکروفونو بنداز دور. شما میگی آقا تو این دنیای آی او تی من مجبورم از اینا استفاده کنم. پس چی کار کنیم این آسیب کم بشه؟ امروز ما در مورد سیگنال وای فای صحبت میکنیم. وای فایی که توی خونه همتون هستش. شما برای اینکه امواج وای فای رو اندازه بگیرید، اولین کار اینه یه نرم افزاری هست تحت عنوان وای فای سیگنال متر. این نرم افزار، من این نرم افزار رو لینکش رو توی کانال تلگرام با آدرس الکترونیک آندرلاین زیبا گذاشتم، از اونجا دانلودش بکنید. یه نرم افزار رایگانه. این نرم افزار رو نصب میکنید توی گوشیتون رو وصل میکنید به وای فای خونه‌تون. حالا من این رو وصل کنم به وای فای خونه‌مون، ببینیم اینجا چه خبره. الان نمیدونم این عدد 80% دیده میشه یا نه. 86%. الان داره میگه 86% سیگنال وای فای یا 94% سیگنال وای فای داره میرسه به گوشی من. فاصله من از وای فای تقریبا الان 7 متر 6 متر. وای فای تو اون یکی اتاق هولوش 80-90% سیگنال میرسه. هر چقدر من دورتر بشم این سیگنال کم میشه، هر چقدر نزدیکتر بشم این سیگنال زیاد. چیکار کنیم این سیگنال کمتر آسیب بزنه؟ تا میتونید وای فای رو از خودتون دور بکنید. وای فای رو تو اتاق خواب بچه به هیچ وجه نذارید، تو آشپزخونه نذارید، توی اون جاهایی که میشینید، توی پذیرایی مثلا بیشتر روی یه مبل میشینید، بغل این مبل هیچ وقت وای فای نذارید. سعی بکنید تا میتونید وای فای رو از خودتون دور بکنید. مثلا من تو خونه‌مون گذاشتم بغل تراس. چرا؟ به اندازه کافی از محل خوابم و محل نشستنم و محل فیلم دیدنم دوره. این یک. شما دقت کنید از وای فای یه ذره دور بشید خیلی سرعت کن نمیشه ولی امواجش کم میشه. دومین کاری که حتما توصیه میکنم بکنید، حتما 3 تا حتما گفتم بکنید، اینه که شب مودم خاموش بکنید. چه دلیلی داره شب تا صبح مودم روشن باشه؟ مودم روشن میدونید شبیه چیه؟ شبیه یه چنین چیزیه،
انگاری تا صبح هی داره میکوبه تو سرتون. درسته خیلی سیگنال های ضعیفی میکوبه، ولی هی داره میکوبه. این کوبیدن شاید توی یه شب، 2 شب، 3 شب کاری نکنه، ولی بعد از 2-3 سال کم کم براتون سردرد، بی‌حوصلگی، بدخوابی میاره. شبا مودمو خاموش کنید، کار سختی نیستش که بخوای بری بخوابی اون دکمه رو بزن. حالا تازه الان کلی تجهیز براش اومده، مثلا میتونی یه تایمر بخرید، اونی 100,000 150,000 تومنه. حالا من سعی میکنم تو اینستاگرام یه بار معرفیش بکنم. بستش کن به مودم، بگو جناب مودم شب ساعت 12 تا صبح ساعت 6 حتما خاموش باش. اینا رو رعایت بکنید که انشالله هم سلامتی خودمون هم سلامتی بچه هامون حفظ بشه. اگر از اینجور مطالب خوشتون میاد، ما خیلی سعی میکنیم در مورد دنیای تکنولوژی، الکترونیک، موبایل و مهندسی پزشکی صحبت کنیم. اگر از اینجور مباحث خوشت میاد، یه لطفی بکن، هم کانال تلگرام ما رو دنبال بکن، بیا توی اینستاگرام ما، از این طرف هم توی کانال تلگرام. توی پیام رسانه‌های داخلی هم دارم، ولی شمایی که داری یوتیوب میبینی قطعا روبیکا رو نداری. اما اگه داری روبیکا رو، بیا توی روبیکا هم ما رو دنبال کن. کافیه توی فضای مجازی سرچ بزنی الکترونیک آندرلاین زیبا، میبینیمتون. انشالله تا کلیپ بعدی، ویدیو بعدی که بتونیم یه چیز جدید و جذاب بهتون بگم. یا حق، خداحافظ.